عرض کردم فعلا نتیجه 3-3. استقلال خوزستان هم شانس گل داشت. عالیشاه، دانیال اسماعیلی فر، یه موقعیت، یه ضربه برمیگرده زیر طاق دروازه. چه قوقایی برپا میشه در ورزشگاه آزادی. چند ثانیه قبل استقلال 10 نفره میرفت به گل برتری برسه، به یک بازی برگشت. چی شد؟ قانونی در این مسابقه وجود نداره. همه اومدن داخل زمین. توپو چجوری با چه وضعیتی آوردن رسوندن تو محوطه جریمه کنار زمین. این سم برای پرسپولیسیا، این سم برای استقلال خوزستان. خواهیم دید. نشونه میده کنانی زادگان به امید عالیشاه. یه پاس به عقب، برگشت توپ، آفساید رو پر کرده اینجا و حالا پرسپولیس 4 استقلال خوزستان 3. اورونوف با این گل